جیب آخونا بزرگه، یعنی خدا رو توش میندازن، پیامبر رو توش میندازن، امام توش میندازن، ایران رو توش میندازن، ثروت ملی رو توش میندازن، محیط زیست رو توش میندازن. یعنی شما تا چش رو به هم بزنید انداختن اون تو، خودشون هم همدیگه رو تو اون جیب میندازن. یعنی این مهمه که مردم به این درک برسن. اگه بخوایم بترسیم فاتحه‌مون خونده شده است، یعنی اصلا آینده‌ای نداریم. یعنی آقای خامنه‌ای میره مجتبی میاد، سردار حسین میره سردار حسن میاد، سنگ‌ها بسته سگ‌ها باز. و ما چون میترسیم به ما پارس بکنن، سنگای خودمون هم میذاریم پایین و فکر میکنیم که برای اینکه به ما کمتر پارس بکنن اتفاقی نیفته، این صندوقه رو حالا ما کوچولوی نگه بداریم. اول که امنیتی نیست در کار. کدوم امنیتی در کاره؟ یعنی ما رو از سوریه شدن میترسونن. اتفاقا این حاکمیته که ما رو به اون سمت داره میبره. اینقدر تعارضای ما رو جدی میکنه، اینقدر مسائل ما رو داره جدی میکنه، زن رو برای خودش سرکوب میکنه، دانشجو رو افسرده میکنه، جوون از مملکت در واقع آواره میکنه. اگه بخوایم بترسیم فاتحه‌مون خونده شده است، یعنی اصلا آینده‌ای نداریم. اولین کار مردمی که به کامبخشی حاکمیت پایان ببخشه.